بردن جاکت روسیت تو بیزنسمنی برای خلاقات دست کردنی نفسی بدبختت خلاقات حالت مخدر میبروی اونجا حدیث اومده نیست اون که با میگوید احتای خدای دوداری اکرام دوداری خود دستی خلاقات در یک جاگه کلون شدی 30 سال و 40 سال و 50 سال گم که دو فکر یک فکر ریختیو بعد سر من ناراضی هستم به نومسی نیستی در کتاب رد المختار چی میگه؟ کتاب فتوا است رد المختار کتاب در روزهای عذاب و محسوس پیام کرده بر روحی میت بخشیدن شرعی نیست کتاب رد المختار میگه تعام تیار کرده گویا که تعام ثوابش میت نمیرسی گفته که شرعا درست نیست میگه درست نیست لیکن قرآن خوندن تحلیل کردن صدقه دادن با محتاجان انشاءالله خدا خواهد خالص بخشیدن ثواب برای میت میرسید اگر ما و شما خدا خواهد چکار کنیم خیر کنیم احسان کنیم بیچاره محلن در کم بغل است خدا خواهد در خطگیر بنامی خدا خواهد پدر بگویم پدر گذشتگی است دعا کنیم خدا خواهد ثوابش میرسید هر یک اکیمین نماز دعا کنیم انشاءالله ثوابش میرسد قرآن تلاوت کنیم ثوابش میرسد این ثوابش دیگر است چونکه امام مسلم حدیث است اقرأوا علی موتاکم سورة یاسین امام مسلم رحمت الله علیه میگن که یعنی خوانیم برای مرده هاتون در تا سر مرده هاتون سوره یاسین خوانیم ثواب ببرد تلاوت قرآن کردن انشاءالله خیر احسان کردن نه اینکه بعد کردی که در اون خاندان شما 20 میکنه و 40 میکنه این نیست در اسلام اگر حقیقی خدا ترس باشی عمل برای خدا باشد 3 روز بعد دروازه محکم میکنی یا اگر مردم ترس باشی زده باشی زنک ترس باشی خدا خواهد انشاءالله 40 روز خدا خواهد بعد بشید کدام دامده که از خدا میترسی از خدا ترس شاید میگه حضرت مولایی هر کی آخر بین است بابین است هر کی آخر بین است بدین است کسی که آخرت شوی که زندگی میکنه باید دین دارد کسی که آخرت شوی میکنه بیز چوبتکی پول شکل آخر باید دین ندارد تو آخر بین شو برای خدا کار کنید مردم طلا و تاراج نکن دروغ فتوای نادرست که تی مردم فیلم نکن جواب میدید پیش الله اینقدر کتاب این بیکار نیست این کتاب تمام دنیا قبول میکنه این کتاب در کتاب عالمگیریه من نامه کتاب ها برش بردازم طبیه درخونیه کتاب های فتوا است در خانه که میگن مصیبت میشود پیام کردن جایز نیست 3 روز ضیافت دادن این کار نادرست است عالمگیری فتوا است من در نزد من الحمدلله رد المختار کتاب هست نزد من انشاءالله هدایه هست الحمدلله این کتاب ببینید من شما چندین کتاب دلیل آورده سادم یکی قبول نمیکنه با انجام ابرای کار اختکرم میگیدی با انجام ابرای با کار خدمت با هم گفی مردم اگر از خدا ترسی انشاءالله خدا خد جهاد از خانت کن میدونی جهاد از خانت کن ما برای حکم شرعی جاری کنندن همه کار از خانم کرده هستیم من پدرم مرد الحمدلله
خدای کارا را نکردم. چندی خدا خواهد نزدیکای ینگاهام مرد، دیگران مرد. همین کارا را اجرا کردم. امروز زبانم دراز است، 1 متر از گام بزنم. سبب که در پیشونی من زده نمیتونی که اتاد متخذت کردی گفته نمیتونی، فلان متخذت کردی گفته نمیتونی. ببین میگه که کارچه خط نزن در نکنه با کی نزنش بیگونه نزنش اخونه دعوت میکنی. حتی یک مونه حکمه که الله با محمد صلی الله علیه وسلم اومد چی بود؟ استعیذ بالله انذر عشیرتک الاقربین. ای محمد یکم خویشاوندات ترس. نگفت خدا برو همسایت، برو ازبکستان، برو فلان جا برو. یکم گفت خویشاوندات ترس، یکم دعوت از خانه میکنی. جهاد از خانه جهاد است. یک بدعت گم کردن خدا خواهد انشاءالله مجاهد راه خدا است. ولی سوریه عرضه میکنی که سوریه نمیشته که اونجا هیچ جهاد نیست. اونجا فقط بیزنس خلاص، بیزنس. تو تا میگیرن نکشن. من از بچه که رفته اشتراک کرده هم صحبت شده. پول تا میگیرن با میگه یک بلوک از زن تا بیار. خدا خواهد زن تا بودی سلاح تا میکشن زن تا میگیرن تمام. میگه یک مسیح. جهاد امروز در خانه ته. اکر نماز نمیخونه، دادر نماز نمیخونه، خواهر نماز نمیخونه، اپیاک به اجابه. شما که جهاد نمیکنی نمیفهمونی. یا گوله نه 20 زندگی کنه 3 تا نماز خون 17 تا به نماز. نفهمون خدا. بله خوب. و ایدایی که به نمازی است بابای رسول. من ما شما وقتی که تعزیه می شود در خاندان چیکار میکنیم؟ بعد در رو کورپاچه می اندازیم، نه طوره می اسلام میمونیم. اسلام در چی هستی؟ در کتاب عالمگیری کتاب ذخیره کتاب فتوا است. چی میگه؟ در کدام خانه که مصیبت رسد تا 3 روز شیشتن ممکن، تا 3 روز حق داره انشاءالله شینه مردم بیاید چیکار کنند؟ انشاءالله برای شما تعزیه بیاد کنند. اول کی بیاید؟ کسی که در جنازه اشتراک نکرد هوای بیاید. نگوته یارد 3 بار نمودی عبید بده، بگیر بده، زفتریک بده، اوجون بده. یکی میگه در جنازه اشتراک کرده ندونید در سفر بود یا که در کار بود همون آدم تعجب میره. خدا خواهد جنازه کرده وظیفه بود واجب جنازش شستنش واجب، قبر کافتن سنت، برداشتن سنت، بردن بخاک سپریدن محکمش کردن حق و اداش که تمام دیگه حق نداره. من حاضر هیچ جا نمیرم بیشتری خدا مونده دیگه موش هم نمیرم سهریش هم نمیرم چونکه خودم میگم خودم نکنم اون سیاه خودم گوی نکنی و هیچ تاثیر ندارد. اول خودم میکنی خدا خواهد بعد که با مردم چیکار میکنن میگذارن. خود روزای خدا خواهد نزدیک الله نگه دارد. گر نزدیکان در یگان چیز شما باید کاری خوب پیدا میکنیم. همون روز دروازه ما محکم میکنیم. همون روز میبریم خدا خواهد اشتراک جنازهش نخواهد. جنازه میخونه خاک نمیز بریوش دروازه ما پیچک میکنیم فرمانده میره. گفتم میگه دیمه چونکه مادری من در زندگیش میکنم در مردگیش نیم. خواهر من در زندگی خدا خواهد انشاءالله یوردم شد. در زندگی خدا خواهد انشاءالله رفت و بیامه میکنم. در حیاتی میگه نکردی شادم بعدی مردن چی لازم داد و فریادم چی لازم بعد دوامش نمیگد نزد دروازه ها میگد کرسی ها ماندن و کلپچه ها انداختن. این از اسلام نیست. استگوم میکنیم شیار من خدا خواهد انشاءالله تا 3 روز اجازت شرعی است. من نمیکنم شرعی 3 تا 3 روز میشیم 4 روز 10 تا محکم میکنی رفتن میگیریم
یگان مولا من نبینم که در دروازه شرمنده تا میبرم جمعه خیردم در باید خواهم شرمنده تا میبرم 3 روز حق داری برای بشین قرآن خون چیکار میکنی بعد 3 روز در پیچت من نشنم 20 چیلی نیست حالیم یکی حالیم بعضی ها خفیانه بعد سوکر هستی خدا نترسیدم نکنید سخلا از خدا ترسی توی شب را بخور 3 روز توی میکنی 2 روز توی میکنی یکی مردش نمیدید کورپچن این چه خدا خواهد اشیارده ایدر درون میمونی که اصلاحه ای دروازه درون میمونی کوچه من نبینم این ایموز عبارت این قانون اجرا میشه خدا خواهد برادر گوش داریم انشاءالله خدا خواهد این سفر کجای تعذیه میشه فقط از درونش کورپچه مندازه میشه در کوچه قطعی من حکیمی من خواندم شکل تو روز نمیدونستم در کوچه میشه تمام کوچه از دروازه کسی که نخواره اومده کلاخونه رفتن میده شب نه تو در چشت مرد آدم ها مجبوری دروازه کلاخونه در اینجا زنان میگذاره آدمی تعجیلی های همه شرش نگفته آدمی کاردار هستی چکار میکنی تو در کوچه شیشته آدم ها مجبوری خونه دروازه از دروازه یک کستله میمونی خدا خواهد کی که در دلش باشه امریکا هم میدونه این دومو مجموعه مرده در برم فوتش مگر انصاف شده فوتش نفتن میکنه شب نیست خدا خواهد خدی کوچه داشته رای تراس داشته یا اسلام در این چیز خطیان انشاءالله خدا خواهد اجرا میکنه دیگر جا خودش میدونه دیگر جا هر یک جا خودش خروز داره هر یک جا خدا خواهد خودش بکنه نتونه فعلات نما اجراش که بتیم خدا خواهد خدا تحصیل خدا خواهد میکنی کنه نه تحصیل قوم که دیگشتر میگنم کاری بیدعت و بیعته کنه حتی خدا چی میگه بینید خدای مهربان یک آیتی زیرینده چی میگه